مجسمه بسیار معروفی از داوینچی هست به نام پیتا که احتمالاً تصویرش رو لااقل دیدید. مجسمه‌ای که حضرت مریم رو نشون میده در حالی که بدن بیجان عیسی رو توی بغل گرفته. دست چپ مریم مقدس توی این مجسمه شبیه به یه حالت کاسه باز شده است، شبیه کسی که منتظر انگار چیزی رو بگیره، شاید چیزی از جنس بخشش و رحمت. حالا تصور کن یه روشنفکر انقلابی سالها بعد توی سلول زندانش یاد همین تصویر میفته، همین مجسمه. درست لحظه‌ای که باید به مرگ خودش فکر بکنه، این تصویر رو داره توی ذهنش مرور میکنه. این فقط یه صحنه هنری نیست. این یه استعاره است برای تمام چیزی که رمان تاریکی در نیمروز یا به ترجمه بعضی از مترجمین ظلمت در نیمروز نوشته آرتور کسلر اتفاق میفته. این رمان سیاسی که سال 1940 در فرانسه منتشر شد جزو اثرگذارترین روایت‌های قرن 20. این کتاب داستان مردیه به نام روباشوف، یه روشنفکر و انقلابی قهرمان سابق که در انقلاب بولشویکی فعال بوده که حالا خودش به جرم خیانت به همون حزبی که در واقع براش می‌جنگیده دستگیر شده. در جریان این دستگیری او مجبور میشه نه فقط به کارهایی که نکرده، بلکه فقط حتی به چیزهایی که فکر کرده، در واقع فقط آن چیزی که در درون ذهنش ممکنه بهشون فکر کرده باشه هم اعتراف کنه. روباشوف نماد نسل روشنفکران وفادار به انقلاب روسیه است، آدم‌هایی که با شور و آرمانگرایی اومدن تا جهان رو عوض کنن، اما حالا توی این سیستم استالینی جایی برای فردیت و تفکر مستقل پیدا نمی‌کنن. روباشوف خودش تا دیروز بخشی از این ماشین سرکوب بوده، یعنی خودش می اومده دیگران رو به جرم انحراف از خط حزب حذف می‌کرده، ولی حالا خودش گرفتار و قربانی همین منطق شده. بله، اینجا کانال مسافره و خوشحالم از این که با یک نشست دیگه در خدمتتون هستم. داریم درباره اثر تاثیرگذار آرتور کسلر به اسم ظلمت در نیمروز یا تاریکی در نیمروز صحبت میکنیم. در طول بازجویی‌ها روباشوف با دو تا چهره اصلی، دو بازجوی اصلی مواجه میشه. اولیش ایوانوفه که خود ایوانوف هنوز نشانه‌هایی از اخلاق روشنفکری در درونش هست. بازجو به در واقع حزب همچنان معتقده، باورمنده، اما همچنان در درونش اخلاق روشنفکری رو هم میتونیم پیدا بکنیم. و عنصر دوم، در واقع بازجوی دوم، شخصیت تاثیرگذاریه به اسم گلتکین که بازجوی نسل جدید محسوب میشه، یک انسان بیرحم و بی احساس. در واقع گلتکین نه سوال میپرسه نه دنبال حقیقت میگرده. گلتکین فقط اعتراف میخواد. برای گرفتن این اعتراف ابایی از هیچ کاری هم نداره. با نور شدید، بیخوابی دادنهای مداوم، فشار روانی روباشوف رو مجبور میکنه که نه فقط به چیزهایی که نکرده بلکه به چیزهایی که فقط درباره‌شون فکر کرده هم اعتراف بکنه. نکته جالب اینجاست که کسلر خودش عضو حزب کمونیست بود و رمان رو از دل تجربه‌های شخصی خودش بیرون میکشه. این نشون میده که چطور عقلانیت افراطی وقتی اخلاق رو نادیده بگیره میتونه به ابزاری برای سرکوب تبدیل بشه. روباشوف بارها در ذهنش با خودش بحث میکنه، منطق میچینه، دنبال عدالت میگرده، اما در نهایت میفهمه که عقل خالی، عقل بدون اخلاق به بنبست میرسه. درست جایی که میگه شاید بشریت نمیتونه بدون وزنه اخلاقی حرکت بکنه.
یک جمله معروفی هست که در کتاب شهریار از ماکیاولی ما خوندیم، بارها در موقعیت‌های مختلف تجربهش کردیم، حتی زیستش کردیم و درباره‌اش شنیدیم و بر مواجهه باهاش قرار گرفتیم. و اون جمله معروف که جمله معروفی که میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه و این سوال رو برای ما تولید میکنه که آیا واقعاً هدف توجیهگر هر وسیله‌ای هست؟ سوالی که کل این رمان حول اون میچرخه. در دنیای روباشوف هدف ساختن جامعه سوسیالیستیه، وسیلهش شکنجه و حذف و دروغ و اعتراف اجباری و امثال همه. سوالی که کسلر مطرح میکنه اینه: آیا میشه برای رسیدن به جامعه ایدئال اخلاق فردی رو کنار گذاشت؟ آیا راهی که به بهشت ختم میشه میتونه از جهنم عبور کنه؟ اون جمله معروف فیلم مارمولک رو یادتونه؟ میشه واقعاً آدم‌ها رو به زور به بهشت فرستاد؟ مسیر بهشت آیا واقعاً با سنگ فرش این همه درد هموار شده؟ این همه زجر ما رو قراره که برسونه به بهشت؟ روباشوف در نهایت در لحظه‌های آخر زندگیش یه پاسخ به خودش میده و اون یک نه بزرگه، چون هر وقت که به اطرافش نگاه میکنه فقط بیابون میبینه و تاریکی. یکی از زیباترین بخش‌های کتاب رابطه روباشوف با همسلولی دیوار به دیوارشه. مردی که بهش میگیم مردی به نام مرد شماره 402، آدمیه که عدد داره، فقط با یک هویت عددی میشناسیمش، نام نگرفته هنوز به خودش. مردی که باهاش از طریق زدن کد روی دیوار ارتباط میگیره، ضربه هایی که روی دیوار میزنه مثل کد مورس باهاش ارتباط میگیره. 402 در واقع نه سیاسی فکر میکنه نه آرمانگراست، فقط دنبال حرف زدن، خاطره گفتنه و یه ذره دوستی توی این تنهایی زندان میخواد. این رابطه انسانی و کوچیک و ساده بیشتر از هر شعار سیاسی روباشوف رو تکون میده، چون برای اولین بار در حال تجربه کردن یک رابطه بدون ایدئولوژیه. انسان در کسوت انسان، نه به عنوان یک بوق تبلیغاتی برای یک ایده و ایدئولوژی یا ابزاری برای حفظ یک ایده و آرمان. تو کل رمان کسلر با نمادهای مذهبی بازی میکنه. روباشوف گاهی شبیه مسیحه، کسی که بیگناه محاکمه و اعدام میشه، گاهی مثل موسی که مردمش رو تا لب سرزمین موعود میبره ولی خودش به اونجا نمیرسه، و گاهی مثل سمسون که کور و زندانی شده و ستونهای معبد دروغ رو فرو میریزه حتی وقتی که میدونه به قیمت جون خودش تموم میشه. طنز تلخ تاریخ اینه که استالین خودش هم زندانی همین سیستمه. توی این رمان یه شخصیتی داریم به اسم شخصیت زندانی شماره 1 یا شماره 1 که نماد خود استالینه، نماد رهبره. هیچ وقت مستقیم ما توی داستان نمیبینیم شماره 1 رو، هیچ جا نیست ولی همه جا هست. کسلر یه نکته کنایه‌آمیز رو مطرح میکنه، این که حتی دیکتاتور هم اسیر سیستم خودش میشه، چون وقتی اجازه هیچ مخالفتی نمیدی حتی خودت هم محکومی به تنهایی، شک، ترس، یه ترس دائمی از سقوط، ترس دائمی از آسیب. گویی هر لحظه منتظری که آدم‌ها و دیگرانی نادیدت بگیرن و حذفت بکنن و به جات بنشینن. یادتونه گفتم که روباشوف توی لحظات آخر عمرش فقط تاریکی میدید؟ بیایم ببینیم این تاریکی چطور شکل گرفت. چون تاریکی در نیمروز فقط درباره یک فرد نیست، درباره یک سیستم فکریه که قدم به قدم انسان رو از انسان بودنش جدا میکنه، انسان رو تهی از معنا میکنه. بعد از بازجویی اول و دوم که با ایوانوف انجام میشه، روباشوف هنوز یه چیزی از درونش باقی مونده. هنوز فکر میکنه که میتونه بخشی از حزب باقی بمونه. هنوز اعتقادش رو به حزب کل از دست نداده.
ایوانوف که خودش یه روشنفکر قدیمیه، در واقع این شخصیت بازجو که خودش یه روشنفکر قدیمی محسوب میشه، سعی میکنه که روباشوف رو با منطق قانع کنه. میگه بیا فقط یه اعتراف جزئی بکن، 5 سال زندان میگیری، بعدش برمیگردی و خدمتت رو انجام میدی. توجه بکنید این ایده رو. میگه برمیگردی بعد از تحمل زجری که سیستم بهت میده دوباره به سیستم خدمت میکنی. ایده‌ای بیرون از سیستم متصور نیستن آدم‌هایی که در درونش هستن. وقتی که سرسپرده و فرمانبردار این ایده میشی، وقتی حمال یک ایدئولوژی میشی، بیرون از این ایدئولوژی رو نمیتونی ببینی. اما بعد از اینکه روباشوف نصف نیمه میپذیره، اتفاقی میفته که همه چیز رو عوض میکنه. اتفاق مهیبیه. ایوانوف خودش به جرم خیانت اعدام میشه. بازجوی جدید گلتکین ظاهر میشه و ما با یک شخصیت عجیب و غریبی که هیچ بویی از انسانیت نبرده، هیچ نشانی از احساس توی وجودش نیست، یک شخصیتی که دقیقاً مثل یک ماشین داره رفتار میکنه، یک ماشین کاملا وفادار به سیستم روبرو میشیم. از اینجا به بعد روان روباشوف تکه تکه میشه. شبها بیدار نگه داشته میشه توسط این بازجوی جدید. توی نور بسیار کورکننده‌ای مداوم نگهش میدارن. گلتکین واقعاً دنبال پاسخ گرفتن از هیچ زندانی، حتی روباشوف، نیست. اون فقط سوال میپرسه که آدم‌ها رو بشکنه. انقدر سوال میپرسه که آدم‌ها رو له بکنه. روباشوف کم کم مرز بین واقعیت و توهم رو گم میکنه. روباشوف متهم میشه به ترور شماره 1، یعنی استالین، یعنی رهبر. همینطور بر کنار اون متهم میشه به خرابکاری، جاسوسی، حتی خیانت به صنایع آلومینیوم. اما در نهایت فقط به یک دلیل، به یک جرم اعتراف میکنه و اون به طرز فکرشه. چون به این نتیجه میرسه که اگر فکرش به صورت منطقی دنبال بشه، حتما به خیانت میرسه. یعنی این فکر ابزاری میشه برای بیرون زدن از خط، بیرون زدن از حاکمیت. وقتی جور دیگه ای فکر بکنی، ناگزیر جور دیگه ای رفتار میکنی. و این چیزیه که هیچ حاکمیت دیکتاتوری بر نمیتابه که شما جور دیگه ای فکر بکنی. اساساً به رسمیت نخواهد شناخت هر انسان، هر موجود یا هر چیزی که در راستای خدمت کردن به اون نباشه. این دقیقاً همون لحظه‌ایه که منطق بدون اخلاق کارش به جنون میکشه. یعنی منطق ظاهر، همه چیز ظاهر یک منطق عقلانی رو داره، اما هیچ چیزی کم از جنون توش نیست. روباشوف میگه من کاری نکردم اما فکر کردم و همین کافیه. گلتکین در جوابش میگه که دقیقاً ما نه فقط اعمال بلکه افکار رو هم محاکمه میکنیم. آشناست. برای آدمهای زیادی که در جریان زیست زندگی اجتماعی خودشون، در زیست سیاسی خودشون با خبرها مواجه میشن یا تجربه مستقیم زیست و حیات در یک جامعه بسته و دیکتاتوری و توتالیتر رو دارن، این خیلی آشناست. این جمله ما نه فقط اعمال بلکه افکار رو هم محاکمه میکنیم. اینجا آرتور کسلر به عنوان نویسنده و کسی که خودش تجربه این فرایندها رو به شکلی داشته، یکی از ترسناکترین وجوه حکومت‌های تمامیت خواه رو نشون میده. این که دیگه فقط رفتار تو مهم نیست بلکه ذهنیت تو هم کاملا با سیستم همجهت باید باشه. این همون چیزیه که بعدها جورج اورول توی 1986 به اسم جرم تفکر یا جرم فکر نشونش میده. برای یک حاکمیت دیکتاتوری همه آدم ها، همه
چیزها، حتی وسایل، رسانه، همه چیز ابزاری باید باشه در راستای تأیید ایده های اون. و وقتی این ابزار در این راستا استفاده نشه، محکوم به فناست، محکوم به حذف و نادیده گرفتنه. حالا توی این صدور روباشوف تنها نیست، همراهی عجیبی داره با خاطره آدم‌هایی که خودش به اسم آرمان حزب حذفشون کرده بود. خیلی عجیبه. یعنی توی اون درگیری بیوقفه‌ای که ذهنش داره منهدم میشه از این فشاری که دارن بهش میارن از طرف حزب، خودش به یاد آدم‌هایی میفته که این فشار رو یه روزی بهشون منتقل کرده بود. آدم‌هایی مثل ریچارد هم حزبیش که به خاطر پرسیدن یه سوال ساده درباره سیاست حزب در آلمان طردش کرده بود، یا لوی کوچولو، کارگر بلژیکی که به خاطر نپذیرفتن صادرات اسلحه به فاشیستا از حزب اخراج شد و البته خودش هم دار میزنه در ته ماجرا. حتی آرلووا، معشوقه سابق خود روباشوف، که یه زمانی بهش گفته بود تو همیشه میتونی هر کاری با من بکنی، و وقتی به جرم خیانت محاکمه شد، روباشوف حتی یک کلمه در دفاعش حرفی نزد. اون حتی معشوقه خودش رو هم زیر چرخهای ایدئولوژی که یه روزی بهش باور داشت و امروز داره خودش رو له میکنه نادیده گرفت و له کرد. اینا فقط اسامی نیستن، هر کدومشون یه یادآوری از جایی که حزب به بهانه ی هدف بزرگتر انسانیت رو کنار گذاشت و حالا که نوبت خود روباشوفه تازه درد واقعی این ماجرا رو درک میکنه. یکی دیگه از مفاهیم کلیدی رمان چیزیه به اسم grammatical fiction، یه چیزی که روباشوف برای توصیف شاید مثلا از فردیت یا من استفاده میکنه. توی تفکر مارکسیستی افراطی من یه توهم بزرگه، فقط ما وجود داره، هیچ منی در کار نیست. یعنی حزب و جمع فقط وجود داره، ولی توی سلول زیر اون حجم شکنجه غیر قابل تحمل همه اون جمع از بین میره، تکه تکه میشه و فقط اون من باقی میمونه که درد میکشه، اون منه که باید تحمل بکنه، اون صدای خاموش درونیه که شروع میکنه به برگشتن، من دوباره سر بلند میکنه. دوستیش با زندانی دیوار به دیوارش، یعنی شماره 402، خیلی توی این تغییر موثره. مردی که باهاش درباره زنها و زندگی حرف میزنه، نه درباره انقلاب و فلسفه. و همون لحظه ایه که روباشوف حس میکنه که انسانه، نه ابزار حزب. و این سوال کلیدی رمانه، آیا واقعاً میشه بی اخلاقی رو توجیه کرد با هر هدفی؟ سیستم استالینی میگه که هدف مهمه، پس هر کاری مجازه. سیستم استالینی رو من دارم توی گیومه میگم، هر نگاه ایدئولوژی در حدی همین ایده رو داره، یکی کمتر یکی بیشتر، ولی ماهیت این ایده در درون تمام باورهای ایدئولوژ وجود داره که هدف مهمه، آرمان مهمه، در نتیجه برای بقای اون آرمان هر کاری مجازه. اما روباشوف بعد از همه این زجرها یه جورایی به این نتیجه میرسه که وسایل هدف رو شکل میدن. نمیشه در واقع از مسیر دروغ و قتل به حقیقت و آزادی رسید. نمیشه فشار آورد، نمیشه کلید جهنم رو پیدا کرد، آدم‌ها رو توی جهنم انداخت، زندگی رو زهر کرد به کام تک تک آدم‌ها، به امید این که قراره که انسانیتشون تأمین بشه. در نهایت روباشوف همه چیز رو امضا میکنه، به تمام جرم‌های غیر واقعی اعتراف میکنه و صبح روز بعد وقتی صدای خداحافظی شماره 402 رو با ضربه به دیوار میشنوه، با پای خودش به سمت مسلخش، اعدامگاهش حرکت میکنه. ولی این بار قدمی که برمیداره به خاطر حزب نیست، بلکه شاید برای اولین بار به خاطر خودش داره قدم برمیداره.
روباشوف قبل از مرگ میگه که هر جا که نگاه میکنن، به هر وری که نگاه میکنن، فقط بیابون و تاریکی شب. همین جمله نشون میده که روباشوف نه تنها امیدش به انقلاب از بین رفته، بلکه دیگه حتی به قدرت عقل خودش هم شک کرده. همه جا براش تاریک شده. هیچ ایده مثبتی از دل اون وعده های آرمانی، یک کورسوی امیدی هم بیرون نمیاد. سوالی که برای ما باقی میمونه اینه که آیا میتونیم از تجربه روباشوف تجربه بکنیم و درس بگیریم؟ آیا میتونیم سیستمی بسازیم که هم به برابری اهمیت بده، هم به فردیت، هم عدالت رو بخواد، هم انسان رو فراموش نکنه؟ این سوالیه که کسلر رو رها نمیکنه تا ما ادامش بدیم. تاریکی در نیمروز فقط یه داستان درباره شوروی نیست. یه هشدار جهانی درباره خطر تبدیل شدن ایدئولوژی به ماشین بیرحمی که روح انسانها رو نابود میکنه. این کتاب یادمون میندازه که هیچ هدفی، حتی ساختن دنیای بهتر، حتی تأمین انسانیت، تأمین عاطفه روحانی انسانها، حتی تأمین ایده آخرت، نمیتونه حذف انسانیت رو توجیه کنه. و شاید مهمترین نکته‌ای که کسلر میگه اینه که اگر اخلاق رو از سیاست حذف کنیم، آخرش فقط تاریکی میمونه. فقط تاریکی. حتی در نیمروز. تاریکی در نیمروز فقط یه داستان درباره شوروی و دادگاه‌های نمایشی نیست. این رمان درباره همه لحظه‌هاییه که آدمی به آرمانی باور داره و براش می‌جنگه، اما بعد می‌فهمه که شاید اون آرمان در عمل چیزی جز سرکوب و دروغ نبوده. این کتاب بهمون یادآوری میکنه که اخلاق همون چیزیه که نباید فدای هیچ هدف بزرگی بشه. چون همونطور که کسلر میگه، وقتی مقصد گم بشه، راهی که با زور و خشونت طی میشه فقط ما رو عمیق‌تر به تاریکی فرو میبره. آیا میشه دنیایی ساخت که هم به عدالت برسه، هم به انسانیت وفادار بمونه؟ لااقل تجربه بسیاری از نگاه‌های مبتنی بر ایدئولوژی از هر جنسشون خلاف این رو ثابت کرد.